سلام سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس عقیده را از کتاب امام ابو حنیفه فقه اکبر دوام می‌دهیم. موضوع امروزه آفرینش موجودات از نیستی. امام ابو حنیفه گفتند: خلق الله تعالی اشیاء لا من شیء و کان الله تعالی عالما فی الازل بالاشیاء قبل کونها و هو الذي قدر الاشیاء و قضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ ولكن كتبه بالوصف ولا بالحكم. یعنی خداوند موجودات را آفریده است، اما نه از روی چیزی دیگر. خداوند قبل از وجود موجودات از ازل عالم بود و این خداوندی متعال است که هر چیزی را به اندازه آفریده و فیصله کرده است. هیچ چیزی در دنیا و در آخرت جز به مشیت و علم و فیصله و تقدیر خداوندی متعال به وجود نمی آید. ذاتی با عظمتش همه چی را در لوح محفوظ نوشته، اما با توصیف، با وصف نوشته است، نه با حکم. اکنون بیاید شرح این گفته ها را میبینیم. اگر پرسند که خداوند موجودات را آفریده است نه از روی چیزی دیگر چه معنی دارد؟ جواب میگوییم که معنایش این که پیدا کردن الله از ساختن و ایجاد کردن بندگان فرق میکند. اگر بنده ماشین بسازد یا خانه بنیاد بکند، آن را از آهن، خشت و دیگر اشیاء موجود بوده میسازد. اما الله تعالی هر چی را بخواهد از عدم و نابودی پیدا کرده و آفریده میتواند. همین که میگوید بشو، آن چیز پیدا میشود. اگر پرسند که معنای در ازل عالم بودن الله تعالی به اشیا قبل از آفریده شدنشان چی معنی دارد؟ جواب میدهیم معنایش این که علم الله تعالی آنچنان بزرگ و بیمانند است که چیزی را قصد پیدا کردن کرد، در حال کی بودن و چی بودن و چی شکل و نمود داشتن و در کدام راه رفتن و به چی گرفتار شدنش را در حال میداند. وقتی که ما انسان ها چیزی را می سازیم، در آن چیز کمبودی هست و عاقبتش را نمیدانیم چی می شود و باز آموخته آن را پرقوت می کنیم. خداوند باشد در ازل آن چی را که می آفرد می داند که برای چی استفاده برده می شود. مثلا خداوند می داند که در این دنیا از اول و تا آخر این دنیا چند نفر آدم به دنیا می آید و نامهای آنها چیست و آنها از کدام ملت هستند و تقدیر آنها چی می شود و کدام او به دوزخ، کدام او به بهشت می رد و همه کارهایی که آنها در این دنیا می کنند الکی به خداوند معلوم است. از همین جهت حضرت امام در دوام کلامشان گفتند: هر چیزی در دنیا و آخرت پیدا می شود به خواست علم، قضا و قدر و نوشته بودنش در لوح محفوظ می باشد. یعنی آن سرنوشتی را برای هر یکی از ما هنوز در ازل خواسته و مقدر کرده است که لایق آن بودنمان را پیش از آفریده شدنمان با علم بی مثالش می دانست. و اگر پرسند که با توصیف یعنی با وصف نوشته شده است نه با حکم چیست؟ جواب میگوییم که در لوح محفوظ قلم با امر پروردگار نوشته است که چنین امور در آینده پیدا می شوند. این را نوشتنی با وصف میگویند. اما اگر می نوشت که پیدا شود، در حال در آن روز همه چیز پیدا می شدند، زیرا الله تعالی چون هر چی را پیدا شو بگوید در حال پیدا می شود.
چونین پیدا شدن در حالی را پیدا شدن به حکم میگویند. و این چونین علما میگویند که تقدیر هر یک شخص با وصف نوشته شده است، نه با حکم. یعنی خداوند در ازل میداند که انسان ها بر این دنیا آمده، گروه از آنها راه راست را انتخاب میکنند و گروه دیگر راه بد را اختیار میکنند و گروه اول خوشبخت میشوند، گروه دوم بدبخت. یعنی خداوند انتخاب این دو گروه را در ازل میدانست و نوشت، نه با حکم بلکه با وصف. خداوند میخواهد که همه ما بندگان خوشبخت شویم و راه راست را برای ما نشان داد، ولکن ما بنده ها قسم از ما راه راست را اختیار کرد با انتخاب خودش و قسم دوم راه بد را اختیار کرد با انتخاب خودش و روز قیامت ما برای این انتخاب کردیم جواب میدهیم. به این سبب شخصانی که به این دنیا آمده گناه کردن و به دوزخ رفتن، آنها گفته نمیتوانند که این تقدیر را تو نوشتی بر ما. یعنی آنها خودشان این راه را اختیار کردند و خداوند در ازل میدانست که این گروه چنین راه را اختیار میکنند و خواهش آنها را با وصف در لوح محفوظ نوشت، نه با حکم. این بود معلومات کوتاه درباره وصف و حکم. امام ابو حنیفه در دوام متن گفتند: والقضاء والقدر والمشیئة صفاته فی الازل بلا کیف. یعنی قضا و قدر و مشیت صفات ازلی و بلا کیف او تعالی هستند. یعنی این صفتها صفتهای ازلی هستند، نو پیدا نیستند، تغییر نمی‌یابند. بعضی علما معنای قضا را چنین گفتند که قضا این آن حکمی که خداوند نوشت آن را قضا گویند و همین حکم وقتی که به عمل آمد قدرش گفتند. این چنین قضا حکم مجمل را گویند و قدر حکم تفصیلی را گویند، یا برعکس. مشیت باشد وابسته است به هر دو. ثابت است که این سه صفت مذکور صفات الله تعالی اند. در کتاب و سنت اینها از صفات متشابه بوده به مثل جمله صفات عالی الله تعالی، کیفیت یعنی چگونگی آنها نامعلوم است. حقیقت آنها برای مؤمن پوشیده است. واجب است که مؤمن و مسلمان به این صفات ایمان آورد و از قدر اندازه معین در باب این صفات نباید بیرون بیاید که عاجز میماند و زیر شبهه میافتد، زیرا عقل انسانی قادر نیست به درک پره آنها. عقل انسانی در عصر 21 با همه این تجهیزات های زمانوی نمیتواند که مخلوقاتی که خداوند آفریده است آنها را آموزد. پس چی جایی رسد که با این عقل ضعیف و ناتوان درباره خداوند فکر کرد؟ این ناممکن است. کفایگی میکند بر انسان نظر کند به این مخلوقات ها، به آسمان و سیاره ها، به زمین، به حیوان ها، به درختان، به آب دریاها و همین مخلوقات دلیل میشوند بر آنکه اینها خود از پیش خود پیدا نشده اند و پروردگار اینها را ساخته است و او الله مهربان است. پس دوستان عزیز، با همین درس امروزه را به انجام میرسانیم. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.